سلام، امیدوارم که خوب باشید. میخوام این ویدیو رو با یه سوال شروع کنم. آیا شما اونطوری که فکر میکنید درسته رفتار میکنید؟ میخوایم راجع به اصالت صحبت کنیم. یکی از صفتهای خیلی جذابی که من خودم خیلی دوستش دارم. اصالت به معنی اینه که اونطوری رفتار کنیم که فکر میکنیم درسته. نه به خاطر تایید گرفتن از دیگران و نه حتی به خاطر سرزنش و شماتت خودمون. مثلا ورزش میکنیم به خاطر اینکه بقیه نگن تنبلی، یا مثلا خودمون احساس بدی نداشته باشیم به بدنمون، یا نه ورزش میکنیم چون ورزش کردن حس خوبی بهمون میده و میدونیم که برای سلامتمون درسته. و چیزی که مهمه اینه که نقاب زدن باعث فروپاشی روانی به مرور و خستگی روحی میشه. شاید ما بتونیم با همون سرزنش هم پیشرفت بکنیم، اما 10 سال آینده و تو دراز مدت ما یک آدم موفق خسته ایم، یه آدم موفقی هستیم که سلامت روانی نداره. اصالت باعث میشه که ما آدم باثبات، معتبر و سالمی از لحاظ روانی باشیم. نظر شما چیه؟